سلام. اینا یادم رفته که درباره مؤسسه این خانواده مش بره تا صحبت بکنم که این مؤسس خانواده مش که اینقدر جالبن کی بوده. بزرگ خاندان خانواده مش یک آدم خیلی جالبی بوده به نام کوک. اسمش کوک بوده. خیلی تعجب نکنین، همه کوک صداش میکردن. بعد این بابا بزرگ ما بوده، بابا بزرگ خانواده مش که بهش کوک میگفتن و در واقع مشکوک صداش میکردن. این بابا بزرگ مشکوک علتی که اسمش رو گذاشته بودن کوک داره این بوده که خیلی کیفش کوک بوده. آدم قصه‌خور دردکش لچنبه‌ای نبوده. یک سر شادی میکرده، الخوشتک میزده و شنگول بوده. خب حتما میخواین بپرسن که چطور میره که یک آدمی شاد و شنگول بشه. خب وقتی که آدم دلش به این و اون نبنده و زیر این آسمون کبود همطور تعلقات نداشته بشه، او شاد میره، شنگول میره، همیشه بشکن میزنه و الخوشتک میزنه و چلنگ تخته مندازه. چرا؟ برای که به جای بند نیست، وام نداره، دست نداره، گرفتاری نداره، زامن کسی نرفته، ریشش جای بند نیست، نمیدونم نرفته یک جای یک تعهدایی بده که به خاطر همون تعهداش مجبور بشه دست و پاش بلرزه. چون اینجوریه غم و غصه نداره. وقتی غم و غصه نداشته بشه کیفش کوکه. وقتی هم که کیفش کوک بشه میشه بابا بزرگ ما که همه بهش میگن سلام آقای کوک، سلام مشکوک. و البته هر کسی یک صفات خوبی داره، یک ویژگی های خاصی هم داره. یکی از ویژگی های خاصی بابا بزرگ ما هم بوده که خیلی به کسی اعتماد نمیکرده. چون به کسی اعتماد نمیکرده مردم برش دست گرفته بودن، بهش میگفتن که این آقای مشکوکه و راست هم میگفتن، واقعا مشکوکم بوده، ولی خب اعتماد هم نمیکرده. الان که ما نگاه میکنم میبینم که بابا بزرگ ما حق داشته که اعتماد نمیکرده. شما میگه الان بیه که اعتماد میکنی، میگه آقا وضع ما خرابه، تو رو خدا بیا همین زیر این سفته ما رو امضا کن، زیر این تعهدنامه ما رو امضا کن، قول مدام که درست رعایت کنم. هم تا آخرش از پل مگذره میره او ور شروع میکنه برای شما به جفتک و چارکش، دیگه نمیه به تعهدات خودش عمل کنه. شما میمونی و امضایی که کردی. تو همچین شرایط آدم حق نداره مشکوک بشه. برای همیه که بابا بزرگ ما که مشکوک بوده اینقدر توی مردم محبوبیت داشته، به خاطر یک چیزایی رو رعایت میکرده. ما هم سعی میکنیم به عنوان نوه‌های بابا بزرگ ما همچه خوشخیال نبشیم، خیلی خونتمن نبشیم به قول ما مشهدی‌ها، و بیشتر سعی کنیم وقتی یک کسی از راه میرسه قربون صدقه ما میره یکم بهش مشکوک بشه و تو کارش دقت کنیم ببینیم این میخواه سر ما رو شیره بماله یا همطوری میخواه یک کاری ماسمالی بکنه، یک بلایی به سر ما بیاره. القصه که این بابا بزرگ ما یعنی آقای مشکوک خیلی به ما درسای زیادی داده و تقریبا تمام خانواده مشر یک جوری بار آورده که به سادگی به هر چیز اعتماد نمیکنن، دنبال هر کسی راه نمیافتن. هر کی پاشه بگه که نمیدونم یک حرفی بزنه، اینا نمیگن آقا تو راست میگی، میرن بررسی میکنن، مشکوکن دیگه، ذره بین شالور میدارن، هی مطالعه میکنن ببینن این حرفی که بابا گفته درسته، درست نیست.
هر چیزی که به دستش بیه زرتی ور نمیدارن بره ایو بفرستن، یک تو گوشیش یک چیزی بیه تندی نمیان سند بکنن ایور اوور، یک کمی روش فکر میکنن، مشکوکن دیگه، چون مشکوکن یکم فکر میکنن، خیلی وقتا هم بفهمن که این مطلبی که قرار بوده یک جایی بزنن یا این حرفی که قرار بوده یک جایی بگن اینو نباید ما گفتن، بخاطر که اصلا راست نبوده، عجاش دروغ بوده. برای همیه که مشکوک بودن یک نکات مثبتی هم داره. خدا ایشالله همه رفتگان شما رو بیامرزه، با بزرگمانم بیامرزه. خیلی آدم مشکوکی بود، انشالله شما هم سعی کنن خیلی خونتمه نبشن. یک کمی بعض وقتا مشکوک بودن این کاری بد نیست، مشکوک بشن.